سلام از روز سوم. امروز دیگه کسی نیست ما رو ببر بیرون و خودم دارم تنهایی پیاده این راهو میرم سر جاده و سر جاده ماشین بگیرم برم رشت. چند بار این کار کردم ولی یه تیکه‌ای که باید پیاده برم تا سر جاده تقریبا 1 ساعت خورده و خوشم نمیاد که وایسم اینجا بگم سر جاده. برای همین دارم یه مسیری رو پیاده میرم. حالا یه تیکه آخرش رو ماشین میگیرم با ماشین میرم. اونجا که اونجا که داشتم پیاده روی میکردم یا آقای وایستاده بود کنار خیابون. بهش گفتم که اینجا ماشین میاد وای میسته برای سر جاده. گفت آره. من رفتم کنارش وایستادم. بعد یه 5-6 دقیقه موندیم و یه آقای ما رو سوار کرد که مسافرکش نبود، آشنای اون آقای بود. منم سوار ماشین شدم رفتیم تا سر جاده. بعد گفتم پیاده میشی؟ گفتم که هم برم رشت. و ما هم داریم میریم رشت. واسه من آوردن تا رشت، بودم از اون نگرفت. من بهشون گفتم ولی نگرفتن. خلاصه که از اونجا هم یه دونه تاکسی گرفتم اومدم فلکه فرزانه. منتظرم دختر خالم اینا بیان که بریم آلچیق درختی. و اونا هم گیر کردن. من دارم یکم اینجا راه میرم واسه خودم دنبال یه ساندویچ مانند. اینجا رستوران هست ولی من دارم ساندویچ میخواستم دیگه. خسته شدم از برنج و گوشت و مرغ و اینا. خودم خسته میخواد دیگه. پیدا کردم که میگیرم اگه نه که نریده. فصلی پیدا نکردم. ساندویچ سرد از سوپرمارکت گرفتم. بالاخره به آرزوم رسیدم و اومدم آلچیق درختی. بچه ها اینجا آلچیق درختیه. اینا نیلوفرای مردابن. اونم یه تابه که همه میرن سوارش میشن فیلم و اینا میگیرن. سازنده اینجا یعنی کسی که طراح اینجا بوده یه نجار بوده که خودش این ایده به ذهنش رسیده و که خودش اینجا رو طراحی کرده و اینجا رو درست کرده. این آلاچیقاشه، این هم نیلوفراشه. میخوایم بریم یه جا بشینیم الان مثلا فکر کنم. صبح بخیر. امروز روز آخره. امروز تصمیم گرفتم که پیاده یکم اینجا رو قدم بزنم. بالاخره کاری که روز اول میخواستم انجام بدم ولی نشده بود. امروز هم باز هوا آفتابیه ولی گفتم هرچی که باشه دوست دارم که امروز یکم اینجاها قدم بزنم و بگردم پیاده. با ماشینم نه. این مسیر رو که همیشه پیاده میرفتم سری قبل و اینا همیشه خیلی خلوت بود. یعنی اصلا آدم بیرون هم. ولی امروزم با همین فکر اومده بودم بیرون. بعد دیدم که آدم ها همش دارن کار میکنن. شنبه هم هست امروز و به این فکر میکنم که چرا با ماشین نیومدم. شکار داری اونجا؟ پس من میرم. خدافظ. خدافظ. اینا در اینجا همونه که گوشه که تاجین دارم. به به. واقعیتش دارم کور میشم. این دود آتیش و چوب و اینا رفته تو چشم. خیلی چشم میسوزه. رو سفید شدم. خوب شد. ساعت نزدیک 6-7 غروبه و ما داریم بریم تهران. آخرین لحظه هایی که اینجاییم استفاده کنیم که دیگه قرار بریم تهران. ساختمون های بلند ببینیم.
یک شنبه است. من دیگه اومدم سر کار و دیشب ساعت 12 رسیدم خونه. صورتم هم که می‌بینی همه رو پشه‌ها خوردن از پریشب اصلا نذاشتم من بخوابم. پشه ها تمام صورتم دندونای قرمز الان اینجا معلومه سوزه، اینجا باز یکم معلومه، تمام دستام اینجا همه بار دندونای قرمزه. خلاصه که سفر ما به پایان رسید و اومدم که این ویدیو رو همینجا تمومش کنم و بهتون بگم که مرسی که این ویدیو رو هم دیدین. خدا نگهدار.